سلام بچه‌ها، وقتتون بخیر. امروز میخوام بهتون بافت کوین لایت رو آموزش بدم. ما موی دو سربازمون رو برمی‌داریم و حالا یا پوشدار یا نیمه پوش فرق نمیکنه. اگر پوشدار بود در آخر باید حتما اتو بکشیم. به دو تا دسته مساوی تقسیمش می‌کنیم. نصفش رو می‌ذاریم برای اون سمت سر و نصفش رو برای این سمت که می‌خوایم اول شروع کنیم به بافتن. حالا لازمه که موها رو به دسته‌های ریز و کوچیک تقسیم بندی کنیم. لایه‌های خیلی نازک برمی‌داریم چون می‌خوایم که کوین لایت بزنیم بچه‌ها. لایه‌های نازک جدا می‌کنیم و همه دسته‌ای که تو دستمون هست می‌خوایم باش بافت بزنیم رو همه رو تقسیم بندی می‌کنیم که آماده باشه موقع کار دیگه راحت باشیم. خب بچه‌ها همه رو تقسیم بندی می‌کنیم می‌ذاریم. حالا شروع می‌کنیم به تقسیم بندی کف سر. ببینید ما لازمه که اول فرق وسط رو کامل تمیز در بیاریم. بعد یک لایه خیلی نازک نباشه، خیلی درشت هم نباشه. یک 7 یا 8 جدا می‌کنیم از کف سر، از کنار فرق وسط. یک حالت مثلثی طور جدا می‌کنیم، یعنی جلوی سر باید باریک‌تر باشه و به کف سر که میرسیم یک مقدار پهن‌تر میشه. بعد اینطوری جدا کنیم. تمیزکاری می‌کنیم، یک مقدار آب یا ژل می‌زنیم، بزها رو می‌گیریم و تقسیم بندی می‌کنیم و می‌بندیم تقسیممون رو. این طرف سر رو هم قرینه با اون طرف جدا می‌کنیم و می‌بندیم. خب بچه‌ها وقتی تقسیممون تموم شد، حالا بقیه موها رو باید ببریم پشت سر و با یک کش محکم ببندیم که موقع اجرا راحت باشیم و کارمون خراب نشه. حالا ببینید بچه‌ها من از آب استفاده می‌کنم، شما می‌تونید ژل هم استفاده کنید و اون لایه‌ای که جدا کردیم رو تمیز و مرتب کنیم، یعنی بزهاشو بگیریم بچه‌ها و برای اجرای بافتمون آماده باشه. حالا ما باید یک رشته موی مصنوعی برداریم، به دو قسمت تقسیمش کنیم و تو دستمون بگیریم. و یک لایه از کف سر، یک لایه نازک از جلوی سر هم برمی‌داریم، به دو قسمت تقسیمش می‌کنیم و موهای مصنوعیمون که به دو قسمت تقسیم کرده بودیم می‌ذاریم روی بافت و شروع می‌کنیم به بافتن. یک ساده که بافتیم، لایه بعدیمون رو اضافه می‌کنیم. اگر بافت با موی دو سرباز رو هنوز بلد نیستین، توی کامنت ها بهم بگین تا من آموزشش رو براتون بذارم که چجوری مو اضافه کنیم به بافتمون. این تکنیک که الان اجرا کردم جدیدترین روش اضافه کردن مو و راحت ترینشه. بچه‌ها شما اصلا نیازی ندارید که حالا بافت کوین رو معمولا همه مدرسا یا اکثرشون میگن که یک رشته رو بدین دست مشتری و یک رشته رو رها کنین. اینجوری نیاز به دستیار یا مشتری یا کسی دیگه ندارین که کمکتون کنه. شما به تنهایی با این روش میتونید بافتتون رو اجرا کنید. اگر نیاز داشتین آموزشش رو بهم بگین تا توی کامنت ها بهم بگین تا توی آموزش بعدی 0 تا 100 رو براتون بذارم و توضیحات کامل بهتون بدم تا خیلی راحت و آسون یاد بگیرید. ببینید بچه‌ها من فقط موهای مشتری رو میکشم که بافتم سفت و محکم بشه و اصلا موهای مصنوعی رو نمیکشم. انگشتم رو میذارم روی بافتم که موهای مصنوعی کشیده نشه. با این روش خودم به تنهایی میتونم کوینم رو اجرا کنم و نیازی نیست که کسی به من کمک کنه و یک سمت موها رو بگیره که کشیده نشه. برای اینکه بافت بچسبه به کف سر حتما باید چند تا تار مو، یک رشته های نازک از قسمت فرق وسط اضافه کنید بچه‌ها. از سمت گوش هم اضافه می‌کنیم یک مقدار، بعد موی مصنوعی و دوباره بافتمون رو اجرا می‌کنیم. ببینید چند تا لایه نازک از کف سر از سمت فرق وسط اضافه می‌کنم که بافتم بچسبه به کف سر. حالا برای اینکه ما لایت بزنیم لازمه که ببینید با فاصله، یعنی تو یک بافت ساده می‌زنیم موی مصنوعی بهش اضافه نمی‌کنیم، بعدی رو که بافتیم مو اضافه می‌کنیم. این میشه لایت. یه لایت کم ما می‌خوایم بزنیم. ببینید لایت سوزنی. حالا اگر سوزنی بخواید بزنید که باید رشته‌های خیلی ظریف‌تر اضافه کنید. این همون لایت متوسطه که میتونید قشنگ اجراش کنید. ببینید این رشته رو من موی مصنوعی اضافه نمی‌کنم، بافتم رو ساده میزنم، از قسمت فرق وسط هم مو اضافه می‌کنم، دوباره این سمت که از کف سر موی مشتری رو اضافه کردم، حالا میام دوباره موی مصنوعی هم اضافه می‌کنم. با این روش من یک بافت کوین لایت رو خیلی تمیز و عالی خودم میتونم به تنهایی اجرا کنم و نیازی نیست کسی رشته‌های کوین منو بگیره. همینطور تا آخر ادامه میدیم بچه‌ها و وقتی به آخر بافت رسیدیم یک مقدار خالی باید ببافیم. ببینید من روش‌هایی بهتون آموزش میدم که نیازی نیست کسی بهتون کمک کنه. برای کش بستن هم یک مقدار ساده میبافیم. وقتی که این برای اینه که بافتمون شل نشه.
وقتی میخوایم کش ببندیم. یک مقدار که بافتیم با گیره فیکسش میکنیم. میتونیم همونجا که بافتمون رو زدیم کش ببندیم، میتونیم اون طرف رو هم ببافیم بعد کش بزنیم، چون که با گیره ما نگهش داشتیم و مطمئنیم که باز نمیشه. حالا برای این سمت هم رشته مویی که کنار گذاشته بودیم رو تقسیم بندی میکنیم به لایه‌های مناسب. وقتی موهای مصنوعی رو تقسیم بندی کردیم، آماده کردیم، حالا شروع میکنیم به اجرای بافتمون. این سمت رو هم دقیقاً مثل اون طرف اجرا میکنیم. موی دو سرباز رو به دو قسمت تقسیمش میکنیم، یک سمتش رو دو قسمت میکنیم و یک سمتش رو تو دستمون میگیریم. موی مشتری رو هم به دو قسمت تقسیم میکنیم. اگر نیاز بود که این قسمت رو، یعنی شروع بافت رو بیشتر آموزش ببینید، حتما بهم بگید تا توی آموزش بعدی 0 تا 100 رو کامل براتون توضیح بدم. این روش خیلی خوبه بچه‌ها، شما با این روش راحت میتونید موها رو به بافتتون اضافه کنید از جلوی سر. بافت عقب نمیره و موها کشیده نمیشه. این طرف رو هم دقیقاً مثل اون طرف بافت میزنیم. بچه اگر سوالی داشتید حتما توی کامنت ازم بپرسید. راهنماییتون میکنم تا یه بافت تمیز و عالی و خیلی خوب اجرا کنید. وقتی به نیمه سر رسیدیم و به آخر بافت، دقت کنید که دستمون باید چسبیده به کف سر باشه، دست رو بالا نیارید و بافت رو ادامه بدید. 2-3 سانتی میبافیم و از سر فاصله میگیریم بچه‌ها. باید بافتمون رو یک مقدار ساده ببافیم که موقع کش بستن راحت باشیم و بافتمون شل نشه. با گیره فیکسش میکنم. حالا ببینید بچه‌ها، ما بافتای کوین و اینا که با موی مصنوعی میبافیم رو با کش قیچون میبندیم بچه‌ها، چون کش چلگیس ممکنه که پاره بشه و چون که ما موی اضافه کار کردیم، وقتی میخوایم کش چلگیس ببندیم موهای مصنوعی ممکنه کشیده بشه و بافتمون رو شل کنه. ما با گیره انتهای بافتمون رو فیکس کردیم. حالا با کمک کش قیچون راحت بافتمون رو محکم کش میبندیم و خیالمون راحته که بافتمون شل نمیشه، کش هم پاره نمیشه. اضافی کش قیچون رو قیچی میکنیم. حالا اون اضافی که بافته بودیم رو بازش میکنیم. یک مقدار ما رو میکشیم تا فیکس بشه. اون طرف رو هم با همین روش کش میبندیم. کش قیچون رو میندازیم زیر بافت، گره میزنیم و محکم میبندیمش. این روش خیلی راحته بچه‌ها و خیلی هم محکمه. هم مطمئنیم که بافتمون شل نمیشه، موها کشیده نمیشه، کش هم پاره نمیشه. حتما اضافی کش رو قیچی کنید بچه‌ها. حالا برای اینکه این کش ها رو فیکس کنیم، یعنی کاور کنیم که دیده نشه، نیاز داریم به قلاب آفرو. قلاب آفرو رو میاریم، یک لایه از موی مصنوعی بچه‌ها از موی مصنوعی جدا میکنیم و قلاب رو میزنیم زیر کشمون و اون رشته مو رو دور کشی که بستیم میپیچیم تا کشمون کاور بشه و دیده نشه. یک مقدار که پیچیدم، حالا میندازم داخل قلاب آفرو، درش رو میبندم و از داخل باف میکشم بیرون. با این روش دیگه کشم دیده نمیشه. خیلی خوب کاور شده. اون طرف رو هم با همین روش کاور میکنیم. خب بچه‌ها، حالا موهای مشتری رو باز میکنیم و شروع میکنیم به شونه کشی. حتما شونه بکشید تا موهای مصنوعی با موهای مشتری ترکیب بشه و خیلی قشنگ میشه. بعد از اینکه این کارو کردین هم حتما موهای مصنوعی رو اتو بکشید و با موی مشتریتون اتو بکشید تا یکی بشن، ترکیب بشن و خیلی مرتب و منظم میشن. موهای اضافی رو تمیزکاری کنید بچه‌ها. اگه خورده مویی از بافتتون زده بیرون قیچی کنید. البته که نباید این اتفاق بیفته، باید خیلی تمیز بافت رو اجرا کنید، اما اگر چند تا تار مو هم زده بود بیرون حتما قیچی کنید و تمیزکاری بافتتون رو انجام بدید.
این هم از بافت کوین ما که خیلی عالی اجراش کردیم.